السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار با خبرهای آخر روز بخش اخبار و ما شما را با خبرهایی که در مقیاس اسلوکمان و ناحیه به عمل آمدند شناس میکنیم. سراول شما را با نوگانی های آخرینی که در اسلوکمان رخ دادند شناس خواهیم کرد. در ازبکستان برای بازهم وسعت دادن تیارکنی کادرها امروزها کارهای نظررس گرفته برده می شوند. دایر به کلان تکمیل دادن ساختار تیارکنی کادرها در ساختار دانشگاه ملی ازبکستان قرار پرزیدنت قبول کرده شد. قرار مذکور آید 4 تدبیرها دایر به کلان تکمیل دادن، رواج دادن، همچنین تیار کردن کادرهای صاحب ملکه و رواج دادن صلاحیت علمی در اونیورسیته ملی ازبکستان در دوران سالهای 2019-2023 نام دارد. موافق این قرار تحلیل فعالیت دانشگاه ملی نشان می‌دهد که دایر به تیار کردن کادرهای بلند اختصاص بعضی معماها و مانعها انیق کرده شدند. دانشگاه برای ریتینگ اگنتی‌های بین الخلقی با نفوذ داخل نشده است. در مقاله‌های علمی عالمان درجه اقتباس بین الخلقی کم به نظر می رسد. شوق و هوس یک قسم طلبگان نسبت به علم و فن سست بودنش در قرار نشان داده شده است. سالهای آخر بهره مناسب مقام دانشگاه ملی شدن از جانب رهبریت چاره و تدبیرهای با ثمر اندیشیده نشدند. در قرار مذکور دایر بر افت کردن معما و کمبودی‌ها 11 نکته اساسی نشان داده شده. بهره هر جانبه وسعت دادن کارها در این ساختار پیشنهادات مفید بیان کرده شده است. موافق قرار مذکور پرزیدنت در ترکیب دانشگاه ملی ازبکستان در سال تحصیل 2019-2020 در سمت آموزش متماتیک و مهندسی، علم‌های کامپیوتری و منیجمنت تکنولوژی فاکولته ازبکستان اسرائیل در سال خانش 2020-2021 مسائل من بعد تشکیل فاکولته‌های متماتیک عملی و تکنولوژی انتلکتوالی، تحقیقات بیوفیزیک و مهندسی، طبیعت فوندامنتالی و بیوشیمی تشکیل کرده می شود. موافق این قرار لیسه اکادمیکی به نام سراج الدینوف به لیسه اکادمیکی به فنهای طبی و انیق اختصاص داده شده رسپوبلیکوی به نام سراج الدینوف تبدیل داده از نو تشکیل کرده شد. از 1 سپتامبر سال 2019 هم سرکرده به معاش نامزدهای فن و دکترهای علمهای فلسفه تا 30% و به معاش خادمان در درجه دکتری فن بوده تا 60% حق علاوگی داده خواهد شد. در این باره لایحه قرار حکومت مورد کار بست قرار دارد. با автовокзал شهر تاشکند 68 عدد اتوبوس تمغه یوتونگ آورده شد. با автовокзал شهر تاشکند 68 عدد اتوبوس یوتونگ که استحصال کمپانی جنچاو یوتونگ بوس کمپانی لیمیتد می باشد آورده شد. بخشیده به این مراسم تنتنناک تشکیل گردیده در آن نمایندگان ازبکستان و خطای اشتراک کردند. با تشبوس سرور دولت شوکت میرزیویف автовокзال تاشکند پورا ریکنستروکسیا کرده شده با تکنولوژی های زمانوی تامین کرده شد. در اینجا مهمانخانه، خانه مادر و کودک، خانه های طبابتی، نمازخانه های مخصوص برای زنان و مردان تشکیل کرده شد. در автовокзال 31 عدد پرون و جای برای 80 عدد اتوبوس موجود است. در وокзال امکانیت یک باره به 2000 زیاد مسافر خدمت رسانیدن وجود دارد. سمت‌های نو بین الخلقی و محلی گشوده شدند. پیشتر 100 عدد این گونه اتوبوس آورده شده بود. این اتوبوس‌ها 51 نفر را می‌گنجانند و با برابر تامین بودن با کرسی‌های ملایم در اتوبوس دفلکتور هوا، چراغ‌های مخصوص دستی اداره شونده، کاندیسیونر، کرنای نیز جایگیر بوده. حتی در اتوبوس تلفن‌های دستی را با دستگاه مخصوص قوت گرانیدن ممکن است. برای تامین بی‌خطری مسافران کامراهای نظارتی نیز وصل کرده شدند در اتوبوس. الحال در автовокзал شهر تاشکند یعنی پایتخت وطنمان به 11 سمت داخلی سمرقند، بخارا، ینگیر، زامن، جزخ، قرشی، قراکول، گاگارین، ترمیز، اورگنج، دینا و به شهرهای ترس، ترکستان و اشکنور همچنین الماتای قزاقستان روای منتظم این اتوبوس ها تشکیل کرده شده است. روزهای نزدیک به سمت شهرهای قرقیزستان، تاجیکستان، روسیه و قزاقستان روای این اتوبوس ها را تشکیل کردن به نقشه گرفته شده است و البته این حتمی عمل خواهد کرد. در تدبیر برای بلند برداشتن ملکه رانندگان و خادمان تکنیکی بین جبهه سهامی مسئولیتش محدود اوز اتوترانس سرویس و کمپانی جنچاو یوتونگ بو کمپانی لیمیتد شرطنامه ها به امضا رسیدند. کمپانی اورانوی فرانسه در ازبکستان جستجو کردن و کافته گرفتن ذخیره زیرزمینی اوران را من بعد به راه میماند.
کمپانی آران و مینینگ اس آی فرانسه در ولایت نوایی دایر به تشکیل کارگاه یکجایی که با جستجو و کافته گرفتن اوران شغل می‌ورزد کار می‌برد. در این باره لایحه قرار حکومت نیز به محاکمه گذاشته شده است، چون در لایحه تاکید گردیده است بین کمیته دولتی گیولوژی و ذخیره‌های منرالی ریاست ازبکستان و کمپانی دولتی فرانسه به هنگام تشریف پرزیدنت ازبکستان به فرانسه روز 5 اکتبر سال 2018 در یکجایی دایر به جستجو کردن و کافته گرفتن اوران شرطنامه به امضا رسیده بود. طرف‌ها دایر به تشکیل کارگاهی که مبلغ نظامیش 34.5 میلیون دلار میباشد نیز شرطنامه بستند. موافق لایحه قرار مذکور کمیته دولتی گیولوژی و ذخیره‌های منرالی در یکجایی با اینوستر خارجی کارگاه مذکور را تا 1 آگوست سال 2019 به کار می‌دارند. شماره اهالی ازبکستان کی به 40 میلیون نفر میرسد. در این باره سازمان ملل متحد فرضیه یعنی پروگنوز خود را اعلام کرد. اهالی ازبکستان در 40 سال من بعد از افزایش نمیماند. در دوام 20 سال شماره ازبکستانیان به 40 میلیون نفر رسیدنش ممکن است و این معلومات از روی حسابات دموگرافی سازمان ملل متحد این اداره با نفوذ جهان گرفته شده است. موافق فرضیه این تشکیلات یعنی پروگنوز این تشکیلات سال 2038 شماره اهالی ازبکستان بار نخست از 40 میلیون نفر میگذرد. اهالی مملکت بعد این نیز افزایش یافته سال 2079 به نقطه بلندترین 44 میلیون و 400 هزار نفر میرسد. بعد این در ازبکستان رگرسی دموگرافی آغاز شده، کمشوی به سال 2100 رفته 42 میلیون و 200 هزار نفر را تشکیل میکند. موافق تخمین های دیگر باشد اهالی ازبکستان احتمال در سال 2034 ملکه به 40 میلیون نفر میرسد. به 10 ساله آخرین اثر رفته باشد این شماره از 60 میلیون نفر گذشتنش ممکن است. عموما موافق خلاصه تحقیقاتی سازمان ملل متحد اهالی کره زمین بعد 30 سال به 2 میلیارد نفر زیاد شده شماره عمومی 9.7 میلیارد نفر را تشکیل خواهد کرد. هندوستان بعد 8 سال در شماره اهالی از خطای میگذرد. با آخر اثر رفته جمع عمومی اهالی به 11 میلیارد نفر نزدیک شدنش ممکن است. چون معلوم می‌گردد امروز آدم‌ها نسبت به سال 1990 8 سال بسیارتر زندگی می‌کنند، یعنی عمر می‌بینند. در این وقت دوامناکی عمر اهالی روی زمین به 72.6 سال برابر است. تخمین می‌رود که این به سال 2050 رفته 77.1 سال را تشکیل کند. این بود خبرهای آخر از حیات رسولیکمان. اکنون می‌پردازیم به خبرهایی که در مقیاس ناحیه‌مان واقعهایی که در مقیاس ناحیه‌مان به عمل آمدند. امروز نه خلق به اداره های دولتی بلکه اداره های دولتی به خلق باید خدمت کنند و دائما در حل مشکلات اهالی خود را مسئول حسابند و همین باعث در سکتورهای ناحیه‌مان همه روزه قبول‌های خلقی شده میگذرد قبول‌های سیار. به قریبی در محله دمورسد قبول سیار سکتوری این حدود و هم قبولخانه خلقی پرزیدنت ریاست ازبکستان از ناحیه سوخ شده گذشت. منفعت خلق از هر چیز بالاست، خصوصا در وطن عزیز ما. هر یک قرار و فرمان و حجت‌های قانون که از طرف رهبر دولت و حکومت قبول می‌گردد پر را به منفعت انسان نگرانده شده است. مقصد اساسی سیاست امروزه باشد برطرف نمودن معمای خلق، تامین فراوانی حیات مردم، بلند برداشتن طرز زیست و زندگانی شهروندان می باشد. به همین مقصد در شهر و ناحیه ها و محله و گذرها قبول سیار سکتورها با همکاری قبولخانه خلقی پرزیدنت ریاست ازبکستان گذرانیده می شود و می توان گفت که تشکیل چنین قبولهای سیار قسماً باشد هم در آسان نمودن مشکلی های اهالی اهمیت مهم کسب می کند. جماع شهروندان محله دمیرسد در حدود سکتور 4 جایگیر شده. رهبری این سکتور در ذمه سرور شعبه انداز می باشد. در دهه مذکور از این چند پیش قبول سیار به وقوع پیوست و در آنجا مسئولان و رهبران سکتور و قبولخانه خلقی اشتراک نمودند. اهالی ده درد و معماهای خود را پیشنهاد کردند. قسم زیادی معمای مردم در مقیاس ولایت حل خود را می‌یابد. از این لحاظ از جانب متصدیان این معماها یک یک نوشته شد و آنها وعده دادند که به اداره‌های بالایی ارسال می‌کنند و بهر حل آن تلاش خواهند کرد. اهالی اساساً عاید معمای راه سیل، نگرفتن حاصل فراوان از زمین روی حوله با سبب تنقیصی آب یا گران بودن نرخ آب قدوق، نرسیدن آب نوشاکی، در حالت خیلی خراب بودن کوچه‌های داخلی محله، گرفتن نفقه بچه‌ها مراجعت کردند. قسمی از معماها برطرف گردیدند، اما حل اکثریت آن فرصت طلب می‌کند و حل آن را البته وقت نشان می‌دهد، زیرا وقت حکم عالی است.
با قید کردن عید جوانان و تشکیل روز جوانان روزهای کم مانده است و امروزها در اسلوک ما بهره مناسب پیش از گرفتن این سنه بسیار عزیز برای جوانان و عموما خلق ازبکستان بسیار کارها کرده می شود. از جمله در ناحیه ما نیز همه روزه بخشیده بر روز جوانان در باغ استراحتی و مدینه ناحیه همگونه برنامه ها و تنتنه های اداره شده میگذارند که حالا درباره تدبیر معنوی معرفی یک روزه برایتان معلومات میرسانیم. ماه ایون در سراسر کشور ما ماهانه جوانان اعلان شده است و به همین خاطر در ناحیه ما طوری که آگاه هستید از جانب اتفاق جوانان هر بیگاه در باغ مدنیت و استراحت دستور کنسرتی بازی های ملی و ورزشی به وقوع می پیوندد که مقصد اساسی وقتی خالگی جوانان را مضمونناک گذرانیدن، گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی بین نابالغان می باشد. از این لحاظ باغ مدنیت و استراحت هر بیگاه پرپوری آدم. من هر روز در باغ استراحت ما برای وقت جوانان را پرمضمون تشکیل کردن هر خیل تدبیرها تشکیل کرده شده است. مقصد در تشکیل کردن این تدبیرها وقت خالگی جوانان را با خوشی خرسندی گذراندن است. این خیل تدبیرها در هر یک محله در یک محله ها دوام داده می شود. یعنی از سبب در ناحیه ما لاگرها موجود نبودنش برای جوانان تدبیرهای ما کاملا با بچه ها افتاده تدبیرها ما در هر یک محله ها گذرانده می شود. تا کی دوام میکنه چون این تدبیر در باغ استراحتی؟ این تدبیرها تا 6 یولی سال جاری دوام میکند. واقعا بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان اعتبار به جوانان باز هم افزود. مسئله تربیت اولاد برکمال به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافت. با قرار رهبر دولت تشکیلات کمالات برهم یافته اتفاق جوانان تشکیل کرده شد. 30 ایون در کشور ما روز جوانان و تشکیل یابی کنگش اتفاق جوانان ازبکستان می باشد و به همین مناسبت در شهر و ناحیه ها تدبیرهای معنوی معرفتی منتظم برگزار می گردند. می توان گفت که گذرانیدن چنین تدبیرها در کشف استعدادهای نو عامل مهم می گردد. در باغ استراحتی ناحیه بین جوانان و بچه های خردسال بازی های شوق‌آور گذرانیده غالبان را با مکافات های مخصوص اتفاق جوانان و حامیان تقدیرانیده ایستادند. اتفاق جوانان تشکیلات است که برای منفعت جوانان خدمت می کند و دیروز از جانب این تشکیلات به یک نفر نورسی دارای امکانات محدود که از دهه چشمه می باشد سر و لباس و مکافات های گرانبها تقدیم کرده شد. واقعا هیچ کس در این کشور حقوق بنیاد قطعی نظر از دین و منسوبیت ملی از مهر و اعتبار در کنار نخواهد ماند. این است طلب سیاست کنونی، طلب رهبر دولت. امروزها در راه به عمل تطبیق کردن 5 تشبوس مهمی که از جانب پرزیدنت به ما پیشنهاد کرده شده است در همه جایها کارهای نظررس کرده می شود و امروزها در ناحیه ما نیز این کارها بسیار نظررس است. ماموریت شعبه اکادمی توران نیز در راه بسیار حرکت می کنند و به قریبی در اینجا تدبیر شده گذشت بخشیده به عمل تطبیق کردن 5 تشبوس و عموما کارهای داخلی اکادمی توران. توجه کنید. در مکتب اختصاص گردانیده شده رقم سوم در دایره 5 تشبوس مهم واخوری به وقوع پیوست و در آن نمایندگان ساحه تعلیم، فعالان ناحیه اشتراک کرده آید کارهای اجرا نموده و اجرا می‌کرده فکررانی کردند. طوری که قید گردید 5 تشبوس به منفعت جوانان نگرانیده شده است و اگر هر یک بند آن به عمل تطبیق گردد جوانان کامل را می‌توانیم به کمال رسانیم. در واخوری آید همین مسئله ها سخن رفت و پسان خوانندگان مقتدر دبستان از روی هر یک بند 5 تشبوس مهم برآمد کرده به اشتراکداران استعداد و اقتدار خویش را نمایش دادند. میتوان گفت که در این درگاه علم خوانندگان صاحب استعداد بیشمار بوده. آنها در تدبیرهای معنوی معرفتی و کارهای بیرون از صنفی فعالانه اشتراک میکنند. مهمترینش آن است که تدبیرهای در مکتب برگزار میگردیده پیش از همه برای کشف استعدادهای نو و صیقل دادن اقتدار و استعداد آنها خدمت میکند. میگوید به ما دیرکتور مکتب اختصاص گردانیده شده فرهاد جورایف. همین را نیز گفتم به مورد است که در ناحیه سوق فیلیال اکادمی توران فعالیت میبرد و رهبری آن در ذمه شخص جوینده فرهاد جورایف می باشد و این فیلیال برای دستگیری نمودن و رغبتناک سازی شخصانی که عمر خود را برای رواج ساحه مختلف میبخشند خدمت میکند. از ناحیه ما در دام 2 سال آخر یک چند نفر نمایندگان ساحه تعلیم و خواجگی قشلاقتی بیاد و دیگر جبهه ها به گرفتن عنوانهای فخری اکادمی مذکور نایل گشتند. 2 نفر از ساکنان ناحیه مقسوم جان علم و عادل جان تشبای فانیز به عنوان فخری اکادمی مذکور تقدیرانیده شدند.
در مکتب مذکور مراسم تقدیرنامه سازی شده گذشت. باید گفت که چنین اعتبار و اعتراف در آینده برای به میدان آمدن استعدادهای نادر سبب می‌گردد. این بود مجموع خبرهای آخری از طریق بخش اخبار. خیر بینندگان عزیز، سلامت باشید و برنامه‌های تلویزیون را صحیفه‌های دیگری آینه نیلوگین ناحیه دوام ببخشند.